دوشنبه پایتخت تاجیکستان در بین 26 کشور مورد تحقیق از لحاظ دسترسی ساکنان به کتابخانه‌های جمعیتیش جای 21 را به دست آورد. پژوهشگران پایگاه اینترنتی پیکودیکوم نوشتند که در دوشنبه 14 کتابخانه جمعیتی عمل میکنند، یعنی به سر هر 63,000 ساکن پایتخت تاجیکستان یک کتابخانه راست میآید. دوشنبه در این ریتینگ بعد شهرهای چون برلین، ایروان و بوئنوس آیرس جای گرفته پیش از نور سلطان، روم، سان پائولو و اریوس گذاشته شده است. در پایتخت عربستان سعودی که بیش از 7,600,000 اهالی دارد، بر سر هر 1,000,000 ساکن تنها یک کتابخانه وجود داشته است. جای اول را در این ریتینگ بروسل صاحب شده است. در اینجا بر سر هر 10,000 ساکن یک کتابخانه و در عموم 19 کتابخانه وجود داشته است. شاید کم کسی بدانند که در بروسل، پایتخت بلژیک و هم پایتخت اتحاد اروپا و ناتو دانسته می شود، همگی 180,000 نفر زندگی می کنند. در ریتینگ کتابخانه های دسترس بعد بروسل شهرهای ورشا و کیف و تالین جای گرفتند، ولی مسکو که شهر از همه پرطلاتم در سابق اتحاد شوروی نام برده می شد، با وجود 443 کتابخانه‌اش در این ریتینگ تنها مقام نهم را به دست آورده است. معلوم می شود که در پایتخت روسیه بر سر هر 30,000 ساکن تنها یک کتابخانه راست می آید. مسکو در ریتینگ کتابخانه های دسترس در بین شهرهای روسیه نیز مقام خیلی پست، یعنی 14ام را صاحب شده است. لازم به ذکر است که سنت پترزبورگ، پایتخت فرهنگی روسیه نیز با 200 کتابخانه‌اش در این ریتینگ در زینه همگی 11ام قرار گرفته است. معلوم می شود که در پترزبورگ از یک کتابخانه به حساب میانه 27,000 ساکن استفاده میبرند. جای یکم را در روسیه از لحاظ دسترسی ساکنان به کتابخانه ها نیژنی نوگورود به دست آورده است. در اینجا همگی 89 کتابخانه عمل میکند، ولی هر کتابخانه به 14,000 ساکن راست میآید. مقام های بعدی را سمارا، ورونژ، اوفا و ولگاگراد اشغال کردند که هر کتابخانه در این شهرها به 20 تا 23,000 ساکن راست میآید. پیکودیکوم تاکید میکند که کتابخانه های جمعیتی نه فقط دسترسی به ادبیات و علم و دانش را فراهم میآورند، بلکه در زندگی فرهنگی جامعه نیز نقش بزرگ دارند.